تحولات تازه تاجیکستان و جهان را از استودیو مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شعله گلخواجه هستم. سلام. در برنامه امروز 15 فوریه این موضوع را داریم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار می‌دارد که شراف‌الدین گدویف به تاجیکستان برگشته است. گدویف 33 ساله در جستجو قرار داشت. وی بیرو واتساپ قیمت می شود. کمیته اندازی تاجیکستان گفت در این باره به حکومت پیشنهاد ارسال شده است. چهارمغز سری کی می شکند؟ شرکت ها یا مشتریان؟ آنها به حساب گرفته می شود که گرانی نسبت شهروندان زیاد نشد. خرج اگر از کیسه دهقان بود و یا چرا معرکه‌های سرخراجات فرهنگی در تاجیکستان تنظیم نمی شوند؟ تولید خربزه و دیگر این صحابی هستند و خودخواجگی‌های دهقانی و دیگر سوبیکت‌های خواجگی‌داری که می‌خواهند محصول دسترنج خود رو نمایش دهند می‌برند. وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرد که شراف‌الدین گدویف یکی از مؤسسان گروه 24 به دوشنبه برگشته است. این نهاد با نشر اظهارات در وبسایت خود روز 15 فوریه گفت شراف‌الدین گدویف امروز اختیاراً به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه حاضر شده اظهار نموده است که از کردارهایش پشیمان است. شراف‌الدین گدویف که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کرد به قاچاق ماشین و ساختکاری متهم می‌شود و در جستجو قرار داشت. شرایط بازگشت شراف‌الدین گدویف معلوم نیست. گدویف 33 ساله تقریباً 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده یکی از نزدیکان و همفکران عمرعلی قوتوف اساسگذار گروه 24 است. گدویف میگفت در اسپانیا پناهندگی سیاسی گرفته است. در ادامه موضوع مربوط به مخالفین دیروز رادیو آزادی با سیفالله سفرов که هفته پیش از مقام معاون مرکز تحقیقات استراتژی به نفقه فرستاده شد صحبت انجام داد. ماه سپتامبر سال گذشته این مقامدار تاجیک در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو هیئت حکومتی را نمایندگی کرد. در نشست مذکور او درباره عفو احتمالی مخالفین سیاسی تاجیکستان حرف زده افراد پشیمان شده را برای بازگشت به وطن هدایت نمود. بعداً این خبر تصدیق نشد. زرانگیز نوروز شاه از سیفالله سفرov در همین باره پرسید. سببی برکناری شما البته نفقه گفته می شود، اما باز برخی سر و صداهای هم هست که حضور شما در ورشو و برخی از اظهارات‌هایتان زمانی به نفقه برآمدنتان را تیزانیده است. به فکرم این اساس ندارد. اگر این کارها میشد بر وقت‌تر میشد. ما 3 نفر یک بار رفتیم به نفقه، هم دیرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی. یک معاون دیگر هم جایش خالی بود. یعنی همه ما یک جای رفتیم و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند. از این سبب این دروغی محض است. در ضمن در رابطه به همین سفرتان برخی ها از شما برای اظهارات‌های دوگانه تان انتقاد کردند، از جمله در رابطه به همون وعده عفو که بعداً گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود. به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد، البته و این طبیعی است. چیزی که نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به کسا میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شرح داده بودم. جلسه دیگر که حزب نهضت خودش گذارم من در اونجا اشتراک کردم و در اونجا برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که آنهایی که رهگومند، آنهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند. چرا فکر میکنید که مذاکره مثل سالهای پیش با مخالفین امکان ندارد؟ گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب حرکت هستند، یگان چیز هستند، با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد، مثلا از اون موقعی که بعضی از اکستریمیستان بسیار به مثل صدای مردم تلویزیونش دارد رضایی، این خیلی وقتی صحبت کردن نه بی‌معنی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیش سیاسی دارند و نه دلشون به وطنشون میسوزد. اونها من با اونا صحبت کردم. کیم چخیل میگوید که گویا وای شده باشند، میگویند که رابط شده باشند. گپ رو عموما نمیفهمند. شکل کامل صحبت سیفالله سفرov رو میتوانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. رئیس کمیته انداز تصدیق کرد که اداره زیر رهبری او به حکومت درباره از 10 تا 15% بالا بردن نرخ بسته‌های اینترنت پیشنهاد ارائه نموده است. نصرتالله دولتزاده گفت تا 2 ماه نزدیک مسئله گران شدن صحبت‌ها
طریق پیامرسان‌های وایبر و واتساپ و ایمو نهایی می‌شود. در این باره رئیس کمیته اندوزی تاجیکستان روز 14 فوریه در نشست مطبوعاتی اطلاع داد. سال 2015 3 میلیارد 600 میلیون دقیقه را تشکیل می‌کرد. سال 2018 در متاسفانه اومد 660 میلیون شد. 660 میلیون. این پرابلم جدی است. برای این موارد آموزش قرار دارد. یک مرتبه پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان رفتن. بار دیگر من سپارش شد که مثلا ایلواگی بمب بزن، مثلا اموختا دیگه برآمده شده. روزهای نزدیک به حکومت جمهوری تو پیشتون میشد. تلگران توجیک میگویند شرکت‌های موبیلی مبلغ اندوز را هرگز از حساب فایده خود پرداخت نمی‌کنند. آنها این مبلغ را به قیمت استفاده از اینترنت ضمن نمایند و در نهایت این بار به دوش مشتری عادی گذاشته می‌شود. مهاجران که معمولاً سرور خانه‌دان می‌باشند از طریق مسنجرها از حال نزدیکانشان آگاه می‌گردند. کاربران گرامی آزادی ویدیو، آنهایی که میخواهند در تهیه برنامه خبری مساعدت کنند، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطررسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارهای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420 724 05 66 81 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات با شما حتما تماس میگیریم. من برنامه را ادامه میدهم. مقامات توجیک میگویند تنها به عید و جشن‌های از حساب مبلغ‌های ذخیروی بودجه دولت پول جدا میکنند که اگر سیاسی باشد. این موضوع امروز در نشست مطبوعاتی وزارت مالیه بررسی شد. در تاجیکستان همه ساله چند مرتبه وابسته به صحنه‌های گوناگون جشن‌های پردبدبه تشکیل می شود. خراجات برگزاری این تنتنه‌ها را مقامات تاجیکستان نشر نمی کنند، ولی منتقدان خرج چنین عیدها را میلیون‌ها دلار میگویند. ضیافت از حساب کیست؟ شادمانیتی گزارش می‌دهد. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید خرج تجلیل عید و جشن‌ها نه همیشه از بودجه کشور مبلغ گذاری می شود. برگزاری با شکوه چاره‌بینی‌های فرهنگی نگرانی‌های را در جامعه به میان آورده بود و می‌گفتند مصرف بیهوده پولی بودجه است. با گفته مسئولان وزارت مالیه خرج جشن‌های دولتی جزئی از خراجات وزارت فرهنگ است. موافق نقشه چاره‌بینی‌های دولتی که از روی چاره‌بینی‌هایی که با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر کرده شده است، آنها خرجنامه ترتیب می‌دهند و در وقت تهیه بودجه ما با نقشه خراجات وزارت فرهنگ داخل میکنیم. این در همون قسمتی چاره‌بینی‌های متمرکزی وزارت فرهنگ نشان داده می شود. همه ساله به غیر از جشن‌های استقلالیت و نوروز، باز عیدهای ساحوی مثل عید خربوزه و عید عسل هستند که در سراسر کشور تجلیل می شوند. مسئولان میگویند خرج همه عید و جشن‌ها در شهر و ناحیه‌ها و جشن‌های ساحوی در پایتخت از حساب دهقانان و صاحبکاران است. خب مبلغ‌های مخصوص است برای عملی نمودن چاره‌بینی‌های سطحی جمهوری. بعضی از آنها پرداخت میشن، لیکن چیزی که شما گفتید عید خربوزه و دیگر این ساحوی هستند و خب خوجگی‌های دهقانی و دیگر سوبیکت‌های خوجگیداری که میخوان محصول خود دسترنج خود رو نمایش دهند میبرند برای نمایش دادن. همه ساله خراجات هنگفته برای تجلیل عیدهای موسمی و ساحوی میلیون‌ها سامانه صرف می شود. منعقدان این خراجات را برای کشور مثل تاجیکستان که حدود 3% اهالیش زیر خط فقر به سر میبرند کار بیهوده میدانند. ولی بهتر است فکر میکنم که همون شهر نواحی که حداقل بودجه خود رو یعنی تامین کرده نمیتوانند، پرداخت کرده نمیتوانند و معلمان و طبیبان ماهای دراز یعنی معاش حق خدمت خود را گرفتن نمیتوانند، خب میشود که مثلا همون جلب کنند همون صاحب کارانه، نه اینکه برای یک روزه یا که چند ساعته و خوشی کردن همون مبلغی کارمندان ساحه را دهند، چون که همه آنها مثلا فرزند دارند، در خانه مثال نفرای دارند که باید که روزگار خود را تامین کنند. هنوز 10 سال پیش حکومت تاجیکستان برای بهتر کردن وضع زندگی مردم قانون تنظیم را قبول کرد، اما تنظیم نشدن صرف و خرج چاره‌بینی‌های فرهنگی این نظرها را به میان آورده بود که ضرورت قانون برای تنظیم مبلغ بودجه هم پیش آمده است. این چاره‌بینی‌ها از سوی بودجه دولت مبلغ گذاری نمی‌شوند
و سند مخصوص برای خب تنظیم این در بودجه دولتی خیلی سندان وجود ندارد. مسئولت در جشن‌های دولتی و صحوی چقدر مبلغ صرف می‌شود دقیق نیست. در بودجه سال 2016 برای چورابینی‌های فرهنگی و عمومی و سالمگردانی بیشتر از 825 میلیون سومانی پیش بینی شده بود. این خراجات در طرح بودجه سالهای بعدی مشخص نیست. برخی اقتصاددان‌ها میگویند ضرورت کمتر کردن خرج جشن‌ها یا تنظیم چورابینی‌ها پیش آمده است. شادمان یتیم، سرویناز روح الله، آزادی، دوشنبه. بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روز 12 فوریه بخش اولی سلسله گزارشی تاریخی را زیر عنوان ریگ آمو 300 سال نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوالهای خود را ارائه دارید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. قرض شرکت برق توجیک مرز 20 میلیارد سومانی را عبور کرد. قرضداری این شرکت مثل استخوان در گلوی نظام انرژی توجیکستان عنوان می شود. با اقرار مسئولان شرکت همین قرضداری باعث گشت که تیر ماه سال گذشته نرخ برق در توجیکستان را بالا برند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. شرکت برق تاجیک حالا بیشتر از 23 میلیارد سومانی یا حدود 2.5 میلیارد دلار قرضدار است. از همه زیاد قرض این کارخانه 18.5 میلیارد سومانی از سرمایه گذاران خارجی است. با قرض از این ما از با مقدار 1 میلیارد و 15.4 میلیون سومانی از نیروگوی برقی آبی سنگتوده 1 و 1 میلیارد و 362.5 میلیون سومانی از نیروگوی برقی سنگتوده 1 قرضدار هستیم. هم سال قرضداری این شرکت باعث نگرانی حکومت و هم کارشناسان ساحه می‌گردد. تا این زمان از قرض نرهیدن شرکت را در مدیریت نادرست کارخانه می‌دانستند. مسئولان برق تاجیک سبب زیاد شدن قرض را تطبیق لایحه‌های دولتی و سری وقت نپرداختن پول برق از جانب کارخانه‌ها و اهالی می‌دانند. حالا از استفاده قوه برق هم کارخانه‌ها و هم اهالی 2 میلیارد و 300 میلیون سومانی قرض دارند. با قرار حکومت شرکت برق تاجیک تجدید ساختار شده از یک کارخانه به چند شرکت‌های مستقل تبدیل می‌یابد. سوال به میان می‌آید که این قرض‌های هنگفت بر دوش کدام نهاد خواهد افتاد؟ تحت اداره کنی شرکت برق توجیک جمعیت‌های نوی سهامی تأسیس داده می‌شوند، لیکن قرض‌های دبیتوری کردیتوری که تا امروز به عمل آمدن همه آن به دوش شرکت برق توجیک می‌آید. شرکت برق توجیک از کارخانه‌های کلان دولتی معامله‌دار در تاجیکستان میباشد. سازمان‌های بین‌المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشورت داده بودند که در شرکت برق توجیک تجدید ساختاری صورت گیرد. برق تاجیک سالهاست برای فعالیت ناشفاف و قرضهای زیادش تنقید می شود. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه. و دادگاه شهر دوشنبه یک جوان توجیک را به 30 سال زندان محکوم کرد. دادگاه روز 12 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که بهرالدین شراف‌الدینов ساکن زاده فرخور میخواست با هدایت و راهنمایی اعضای گروه به نام دولت اسلامی قرارگاه پایگاه 201 روسیه در محله گپرزیم شهر دوشنبه را ترک کند. محل دیگری هدف او نزد تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بوده است. بهرالدین شراف‌الدینov سال 2017 از زندان روسیه آزاد شده و به تاجیکستان برگشته است. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر مونده است. برایتان خاطررسانی میکنم که نوار گزارش‌های روز و جالب رو میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا برنامه بامدادی یادتان نرود و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.